زنی دویم هستم و میخواهم که مقصد 2 فرزند به دنیا بیارم، ولی شوهر برای من نمیگذارد که من مقصد فرزند به دنیا بیارم. یا شاید که مثال 2 فرزند داریم و باز میخواهم که فرزند به دنیا بیارم، یا اینکه 1 تا داریم و میخواهیم با 1 تا دیگر شود، ولی مثال پدرش نمیخواهد. همینجا مقصد وقتی که من خواهشم باشد گناهگار میشم. البته خواهرای عزیز، در مسئله آوردن فرزند این یک نعمت بزرگی هست و هرگاهی که فرزند میارید، وقتی فرزند اول تولد کردین، بین اینا اگر فاصله باشد، فاصله مقصد از 24 ماه تا 33 ماه، چگونه قرآن میگه سوره احقاف آیت 15 و حمله و فصاله 30 شهرا، خدای مهربان میگه که مقصد همون انا بینین که برداشتن طفل و همچنان جدا شدن فرزند 30 ماه، یا اینکه اگر مسئله ثابت شدن رضاع، یعنی فرزند رضاعی، وقتی از یک زن دیگر شیر میخورد، یک فرزندی بگیم بیگانه که برای فرزند رضاعی میشود، 2.5 سال است. 2.5 سال هست. یعنی باید مثلا وقتی فرزند یکم که تولد شد تا 2.5 سالی که بعد فرزند مقصد باید شیر خورد، 2 فرزند به دنیا نآید، این بهتره. اینا مثل که در انا بگیم غیله میگن، غیله پیامبر در حدیث آورده است که انا ولا تقتلوا اولادکم سرا، شما فرزندا را به قتل نرسانید پنهانی. پنهانی شمین است که در همین دوام آلی 2.5 سال فرزند یکم شیر نخورده، فرزند دویم وقتی که به دنیا می آید الکی حساب کنید که فرزند یکم 2.5 سال شیر می خورد و الکی در او از حساب شیر مادر تقویت پیدا می شید و شیر مادر به فرزند بنیهایت نفعهای و فایده‌های خیلی زیادی دارد. وقتی این فرزند که در قد همون مادر که پیدا شد، الکی این شیر مادر دیگر گویم که از بین می رود و این فرزند اول دیگر شیر با پرگی خورده نمیتواند. خلاص در بین همینو فاصله باشد تا 33 ماه، این بهتره. این بهتر است، یعنی 9 ماه شکم حساب میخورند و 2 سالی که باید که فرزند شیر خورد. همین جمع همین را 33 ماه میگن. انشاءالله فرزندا بعد مقصد خدا خواهد بسیار خوب میان، بردم میان، سلامت میان و مادرم و پدرم در همین بین با مقصد خیلی یک آرامش و آسودگی را هم باز احساس میکنن. تصور کنید که این فرزند مقصد وقتی اولی همون مشکلات و غم شای اولی 1 سالش دیگر فرزند دوم به دنیا میاد، همون حال یا مادر را ببین چقدر مشکل است. برای همین یعنی این من به خاطر آن گفتم که اینم مسئله در کاری هست که بین اینها دا شما یک فاصله بگذارید. ولی مسئله به دنیا آوردن فرزند باید مصلحت همه طرف زن، همه طرف شوهر، هر دو راضی باشن و بعدا مقصد این فرزند باید که به دنیا بیاید. این نور با بالای نور می شود.